سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیزم. خب در رابطه با دریافت سرمایه ترید میخوایم با هم عملی بریم الان 20% سرمایه ترید بیشتر از صرافی البنک دریافت کنیم. همونطور که گفتم برای کاربرایی که از طریق لینک دولفین ثبت نام کردن داخل صرافی البنک، هر چقدر پنل خودت رو داخل صرافی برای ترید کردن شارژ بکنی، صرافی 20% میذاره روش و بهت 20% بیشتر میده. یعنی اگه $100 واریز کنی $120 شارژ میشه و دریافت میکنی. اگه $1000 پنلت رو دپازیت بکنی بهش واریز کنی $1200 دریافت میکنی و اگه $10,000 واریز بکنی $12,000 دریافت میکنی. ولی یه سری قوانین داره که قبلش بهتون بگم. باید حتما USDT یا تتر واریز بکنی، دپازیت بکنی به پنل خودت داخل صرافی. هر چند بار بخوای میتونی ازش استفاده بکنی، یعنی فقط یه بار نیست، نامحدوده. باید بعد از واریز تتر اونو حتما به بخش فیوچرز انتقال بدی که اینا آموزش رو در ادامه بهت میدم. 4-5 دقیقه بعد از اینکه واریز کردی 20% بیشتر اون مبلغی که واریز کردی تو پنل برات میشینه و میتونی باهاش نامحدود ترید بکنی و گزینه آخرم اینه که دیگه باهاش ترید کن و هر چقدر بخوای استفاده کن. بریم با هم عملی اینو بهتون آموزش بدم بچه‌ها. خب من صرافی البنک رو از قبل آوردم، پنل خودمه، از قبل واردش شدم. الان بریم تو بخش کیف پول. ببینید من تو بخش کیف پولم در مجموع الان $5 دارم. میخوام یه $100 دیگه بهش واریز بکنم و بعد بریم حالا ببینیم که آیا $100 واریز شده یا نه. برای اینکه بهش واریز بکنم دپازیت رو اینجا کلیک کنید. حتما گفتم تتر باید باشه دیگه، پس اینجا ما تتر یا USDT رو انتخاب میکنیم. نتورک یا همون در واقع شبکهش TRC20 اوکیه. اینجا کپی میکنم لینک آدرس کیف پولم رو. کپیش که کردم میرم وارد کیف پولم یا صرافی دیگه ای که داخلش پول دارم میشم و میخوام تتر برداشت بزنم. من از قبل تو بینگ ایکس هم مبلغ $100 دارم، میخوام از بینگ ایکس هم انتقال بدم به صرافی البنکم. اینجا باز من USDT رو انتخاب میکنم یا همون تتر. آدرس کیف پولم رو که کپی کردم اینجا وارد میکنم. شبکه‌ش هم که خب همونطور که میبینید اینجا شبکه‌ش هم الان ترون یا TRC20 انتخاب میکنم. خب چقدر میخوام برداشت بکنم؟ من $100 میخوام برداشت بکنم. $101 میزنم چون که در واقع $1 پول کامیشنشه دیگه، کارمزد شبکه‌شه. خب ویدرا رو اینجا میزنیم، کانفرم رو من میزنم. اینجا برای اینکه من برداشت انجام بشه یه کد به حالا ایمیلم و گوگل اتنتیکیتورم میاد. من اینجا دیگه ویدیو رو پاوز میکنم. هر موقع که از بینگ ایکس هم برداشت انجام شد و به البنک هم نشست $100، ادامه ویدیو رو با هم خواهیم رفت. خب بچه‌ها من درخواستم رو انجام دادم. همونطور که میبینی الان در حال حاضر من $100 به این آدرس کیف پولم که برای صرافی البنک هستش واریز انجام دادم. یه کوچولو باید صبر کنیم که از اینجا برداشت تکمیل بشه، کامپلیتد بشه و بعد داخل کیف پول البنک بشینه. در ادامه با هم باز بهتون خواهم گفت که چجوری اون $20 بیشتر یا 20% بیشتر در واقع براتون شارژ خواهد شد. خب بچه ها همینطور که میبینید من $100 با موفقیت از صرافی بینگ ایکس تو کیف پولم واریز شد به صرافی البنک. حالا میخوایم بریم ببینیم وضعیت رو زده کامپلیتد. برمیگردیم تا اون صرافی البنک. خب ما تو این بخش بودیم، از این قسمت ولت حالا فرق نمیکنه اسپات یا فیچرز رو انتخاب میکنیم، خیلی تفاوتی نداره. من اینجا الان مجموع داراییم داخل کل این صرافی 105 تتر، $5 از قبل داشتم، $100 هم الان واریز کردم. اینجا بخش فیوچرز رو کلیک میکنیم. همطور که میبینی من هنوز اون $5 تو کیف پول فیوچرزمه. من برای اینکه این $100 رو بیارم تو کیف پول فیوچرزم، این قسمت اینی که براتون هستش یا حالا از این قسمت یا از اون در واقع قسمت ولت هم میشد، ولی من اینجا انجام میدم چون راحت تره. از اسپات به کیف پول فیوچرزم، یعنی من $100 الان تو کیف پول اسپات همه داخل این صرافی، میخوام کلشو $100 رو واریز کنم به کیف پول فیوچرزم. کانفرم رو میزنم. خب الان که کانفرم رو زدم اینجا موجودی من باید آپدیت بشه. من یه بار در واقع یه آپدیت میزنم، رفرش میزنم این صفحه رو. من $100 الان اینجا آوردم و به کیف پول فیوچرزم اضافه کردم، ولی این شد 125 تا.
دقت کردی من $100 واریز کردم به کیف پول فیوچرزم، $20 بیشتر یعنی 20% بیشتر به من سرمایه ترید داد و من با این سرمایه ترید میتونم داخل بازار فیوچرز ترید بکنم که آموزش های تریدش رو توی جلسات قبل بهتون دادم که چجوری اینجا نماد انتخاب بکنی، اینجا لورج یا اهرم ها رو انتخاب بکنی، اینجا اینو بذاری روی ایزولیتد و نکات دیگه، حالا معامله شورت یا معامله لانگ برای باز کردن معامله و هر تعداد معامله هم بخوای میتونی باش انجام بدی، کاملا نامحدود تا زمانی که سرمایه هستش. $20 بیشتر، 20% بیشتر هم هست. بازم اگه به صرافی واریز بکنی، یعنی این یه بار بود، دوباره اگه واریز بکنی و بیاریش تو کیف پول فیوچرز خودت، باز بهت 20% بیشتر رو میده، تا سقف $5000 بهت سرمایه ترید میده و کاملا نامحدود میتونی باش ترید بکنی. پس اینجا عملی با هم دیدیم من $100 بیشتر واریز نکردم و این $100 رو انتقال دادم به کیف پول فیوچرزم، $5 هم از قبل تو کیف پول فیوچرزم بود و الان به جای اینکه من پولم بشه 105 تتر یا $105 شد $125، چون 20% بیشتر بهم صرافی سرمایه ترید داد. امیدوارم به دردتون خورده باشه و مفید باشه این آموزش. حتما از این فرصت استفاده کن، فقط مخصوص کاربر دلفین وست. ممکنه که این کمپین تموم بشه و دیگه اون 20% سرمایه ترید بیشتره رو بهت نده. پس حتما اگر تریدری و میخوای تو فیوچرز ترید بکنی، از این فرصت 20% سرمایه اولیه بیشتر استفاده کن و با سرمایه بیشتری داخل بازار فیوچرز ترید کن. هر چقدر هم سود بکنی، سودش رو میتونی کاملا برداشت بکنی و ازش استفاده بکنی. مخلصیم. یا علی خدمت همه شما دوستان عزیزم. خدا نگهدار.